این زندگی اکسیری دیگر میخواهد. این فلسفه تفسیری دیگر میخواهد. با میخی نو و خشتی کهن نو نشود این خانه که تعمیری دیگر میخواهد. با همون صلح سال 97 چی نظر دارید که حاضر خیلی بحث و اطراف این در میان بحث نکنن، صلح شد، بزرگی ملت نشون داد. بعد ما یک چیزی داشتیم که مثلا همسایه‌مون ندارن بدبختانه، ما یک ملت بودیم، ما یک مشت بودیم. بعد ما هیچ هدف سیاسی یگان مملکت گرفتن ضبط کردن یگان وای نداشتیم. فهمیدی؟ صلح شد و اینا باید هیچی وای نکنن. از مملکت ما در جوش ایستاده است. ما مملکت صاحب استقلال ساخته شدیم. برای این وقت تاریخی در کار است. چی نظرها دارم برای چی صلح خوب بود. ما در همش اشتراک کردم، در بشکک هم، در مسکو هم، هرچند که من دعوت نمی‌کردن. خود در صلح من دعوت نمی‌کردن، هرچند که مراجعت نامه من یاد که آزادی خیلی تشکر میگم. یک 20 بار دادش که از مسکو من دعوت نکردن، خودم نوشتم گفتم که ما که شما که میخواهید قدرت بگیرین، شما میخواهید دولت بگیرین، هر دو طرفه شما میخواهید که وظیفه بگیریم، ما چه گناه داریم که من برای چی مثلا از اویلم، از شوهرم، از بچم جدام چندین سال است، شما زودتر صلح کنید که برگردیم. اینجا یگان گپ دیگه نگن. خود ملت امین است، صلح پرور است و هیچ کس در نمیافتد. همین صلح ما اکو یک کار کردن در کور که طلا و زر یافتنش آسان‌تر است از اون نگاه داشتنش. یعنی برای شما جشن خانوادگی است؟ برای من جشن انسانی است که انسان برای منفعت خودش نباید ادگرش بکشه. سلاح گرفته بیچاره که در خونش است. خانوادگی چی جور خانوادگی؟ نه جشن خانوادگی جشن ملی است. ملت من زنده ما. فهمیدی؟ این کی اومده است کی میره چی نور همش تاریخ خودش در جاش میمونه. بعد وقت زمان همه را از بین میبرد. نیک ما وطن داریم، ما ملت داریم، ما خونه داریم، ما آب و نان داریم. حوادث جنگ رو مثلا چگونه واقعی تصویر کند یک شاعر یا یک نویسنده در صورتی که مثلا در سنگرها، مخصوصا جنگ‌های شهروندی، در سنگرها گروه‌های گوناگون وجود دارند و حقیقت‌های گوناگون؟ همین خود وقت زمان در جاش میموند، خود تاریخ. ما یک وقت گفته بودم وقتی که این جنگ شهروندی سر شد، من مسکو ده روزنامه کامسومولسک پراودا با من صحبت کرد، صفحه یکمش داده بود. هر یک جنگ از یک تیر سر میشه. بذار من ببخشن قهرمانو، میگه قهرمانی واقعی وجود ندارد. همه حالت آدمای یا بزدل میکند، یا ترسانچک میکند، یا خائن میکند، یا قهرمان میکند. انا حالت حال. برای همین جنگ چخیل سر شد، چخیل چش شد، این هیچ جنگ تحریزی نمیکنن، یک تیر میپرونن. بعد جمع کردنش بسیار مشکل. کدام وقت شما خودتون درک کردید که مثلا عقل یا مینامید یا افکار مینامید هرچی رسالتش انجام یافت، اکنون رسالت سلاح سر شد؟ وقتی که یکی از همسایه‌های من خانه من قاتلامو نشان داد، این اومده و گذشته اینجوری کرد، من دیدم از تریزه. از واکنش شما به همون گروه مسلحی که خانتون در آمدن، من این چیز شنیدم، برای من نقل کردن که اولین واکنش شما همین بود که نخود شما من بپرانید. اصلا این چی بود؟ نه من گفتم چرا یک سوزن نیاوردی و او قدرتی که افردار برای من گفت چرا یک سوزن نیاوردی؟ تو سوزن برای چی؟ تو برای کشتن یک سوزن 4 تا اتومات، 4 تا پیستوله، 4 تا شمشیر با 4 تا گرانات میوتی کو تانک میزنی کو. هیچ کلا اون مورد رو من گفتم چرا یک سوزن نیاوردی برای کشتن من؟ نترسیدم. نمیدونستید که جنگ تا کدام اندازه مثلا همون وقت بیرحمانه است؟ من میدونستم که میآیند منو میکشن. من میدونستم هر روز سرم یک بار میشستم، هر لوام سرخ میکردم، خشرو شده لباس نو میپوشیدم، هر یک صدای در میبرم، میدونستم که برای کشتن من آمدن، اما من نمیخواستم برم. من انتظار بودم اینا رو. اما از بس که بیگناهی در نزد آفریدگار خیلی چیز است، خیلی بیگناه ها مردن، نه که با گناه دیگر رو جزای اونا را دیگر رو میکشن.